ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتار 131. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. ترقی پروران خود می خواستند که اصلاحاتی واسعی در بخارا جاری شود و دستورالعمل این اصلاحات را خود بی‌واسطه به حکومت بخارا مذاکره کنند و خود به قوتی که نداشتند حکومت را در اصلاحات مجبور نمایند. این سلوک ترقی پروران به حسیات ملیه بسیار گوارا بود و از مقتضیات ملت پروری بود. حیفا که در این گونه اقدامات بزرگ اسبابشان ناقص و حاضریشان مفقود بود. فقط در حسیات فریفته شده لاف و باد بسیاری می زدند. قانون طبیعت را اقرار نمی کردند. به احوال روحیه حکومت و رعیه واقف نبودند و گمان می کردند که هر تشبس خیرخواهانه شان را حکومت بله، رعیه آری گفته یارمندی قبول می نماید. با فکر فقیر اصل ملت پروری آن است که به کاری که قوتشان نمی رسد اقدام نکنند، بلکه به تنویر افکار کوشند تا که اهالی دانا و حاضر شوند. زیرا اگر با وجود نقصان قوت و کارهای بزرگ تداخل و اقدام نمایند، روزی مجبور می شوند که برای حفظ حیات خود به اجنبیان التجا برند. بعد از آن مجبور می شوند که بر رعایت خاطر اجنبیان یا با اعتماد و تکیه بر قوت ایشان کردن به فلاکت‌های عظیمه خود را و وطن خود را گرفتار نمایند. ما در چند جای این دفتر از تنویر افکار و نشر علوم بحث کردیم. از این فرقه ها گمان نرود که فرقه‌ای که حاضر خود را ترقی پرور می نامند همه ایشان منورالفکرند و باقی اهالی نادانند. نه، اکثر همین فرقه ترقی پروران نیز نادان بودند. خصوصا از سیاسیات هیچ خبر نداشتند. در انقلابات سیاسی هایی که به تواریخ خوانده اند کورکورانه تقلید می کردند. در فکری که امروز اجرا کردنی می شوند فردای آن را اندیشه نمی کردند. منفیت های موهومی را که در خیال خود تجسم می دادند با مضرت های مجسم محقق قیاس کردن نمی دیدند. آری، در بین ایشان یک دو نفر صاحب قلمان و صاحب علمان موجود بودند. اینها نیز کم محاکمه و کوته اندیشه بودند. تا روز انقلاب کاری مثبت نافعی کرده جلب قلوب مردم را نکرده بودند، بلکه ایشان از سه ضد مرکب بودند. گفتارشان به کردارشان موافق نبود، تحریرشان به تکریرشان مخالف بود، در حرکات، سکنات، در لباس و عادات کاری می کردند که یک رنگ از مردم دور می شدند. گویا که قصداً نفرت اهالی را به خود جلب می کردند. والحاصل علم و عمل نافع در بین ترقی پروران نیز مفقود بود. فقط در بعضی ایشان خلوص نیت بود و بس.
این خالص نیتان نیز در کان نمک محو شده بودند. وقتی که بین مأموران روس و حکومت بخارا اصلاحات بخارا مذاکره می رفت، از پترگراد نیز تلگراف مشیر به لزوم اصلاحات بخارا در الچخانه و حکومت بخارا رسید. بعد از این آمد و شد مأموران روس در بخارا بسیارتر شد. شبها و روزها به حضور قشبیگی ایستاده مشاوره می کردند. اکثر شبها به تحت منار به حوری پادشاهی بیتوتت می نمودند. قشبیگی از اهالی میرزا محی الدین و یک دو نفر دیگر را به حضور خود خواسته در باب اصلاحات مشورت کرد. از بس که آن وقت از این قبیل مذاکره ها را زیاده مخفی می داشتند، بنده از تفصیلاتش با خبر نیستم. همین قدر از منبع های موثوق شنیدم که در جواب استشاره قشبیگی میرزا محی الدین گفته است که از بس که زمان انقلاب و شورش است، به اصلاحات نگاه داشتن حکومت مشکل می نماید. بنابراین منفعت دولت عالی در آن است که به زیر حمایت جناب عالی و به نظارت ارباب حکومت عالی اصلاحات موافق شرع شریف اجرا کرده شود. در این صورت هم اهالی راضی و هم افکار عمومی اجانب ساکت می شود، هم در قوت حکومت می افزاید، هم ولایت آباد و مأمور می شود. وقتی که به دوایر حکومت سخن از اصلاحات می رفت، در رسته و بازار حتی به اطراف ولایات بخارا شایعه های عجیب می برآمد، گویا که ترقی پروران تبدیل اداره حکومت را می خواسته باشند. بنابراین جناب عالی چند نفر از ترقی پروران را جزای سخت دادنی شدند. حتی بعضی روز شهرت می دادند که امروز فلانی و فلانی را حبس کردند یا تعزیر فرمودند. روز یکی از دوستانم آدمی مخصوص فرستاده جویای احوالم شد. از این پرسشی بی محل به اشتباه افتاده پیش آن دوست رفته سبب پرسش را پرسیدم. گفت: پیش از این شنیده بودم که قاضی میر برهان الدین تنبیه چند نفر را از امیر خواسته است. امروز شنیدم که شما را حکومت حبس کرده است. بنابراین پریشان شده خبر گیراندم. بنده از این شایعه ها خصوصاً در حق خودم سخت مضطرب بودم، زیرا فقیر در مسئله اصلاحات بخارا هیچ تداخل نداشتم، بلکه قناعتی وجدانیم در عدم امکان اصلاحات و شرایط حاضره بود. شهرت‌های عجیبه بر ضرر ترقی پروران چنان بالا گرفت که وقتی که قاضی میرزا محمد شریف صدر را امیر برای قاضی کلان کردن از غژدوان سپارش کرده بخارا آوردند، مردم غژدوان گمان می کردند که برای رابطه‌اش به یک دو نفر ترقی پروران قاضی را جزا خواهند داد. عجبا! منشأ این همه شهرت‌های عجیبه کی بود و چی بود؟ آیا این شایعه ها اصل داشت؟ آری، اصل داشت و منشأش همان یک شخصی معلوم بود که خوانندگان کرام به خوبی می شناسند. اینک روشن‌تر می نویسم. میر برهان الدین قاضی کلان بود. هرچند قشبیگی از وجه اصلاحات رسما چیزی به قاضی کلان نفهمانده بود، لیکن قاضی کلان از افواه ناس چیزی که از دوایر حکومت ترشح می کرد فهمیده دود از دماغش می برآمد. در این خصوص همراه میرزا نظام الدین خواجه اورگنجی نقشه ها می کشیدند و تصورها می نمودند.
میرزا نظام الدین خواجه می گفت اگر جناب عالی به من فرمان دهند چند نفر ترکمان را که برای از همین قبیل روزها پرورش کرده نگاه داشته‌ام فرموده این اصلاحات خواهان را به یک شب از دم تیغ گذرانده استقلال دولت عالی را محافظه می کنم. حیف که کار را به کارکن نمی فرماید. قاضی کلان می گفت چاره آسان این است که جناب عالی چند نفر اشخاص معلوم را حبس و اتلاف نمایند. خس کم جهان پاک می شود. عاقبت قاضی کلان نتیجه تخیلات خود را به امیر عرض کرده و به عریضه خود بعد از اظهار دولت خواهی قتل و تعزیر، حبس و نفی و تقدیر چند نفر را علی اختلاف درجاتهم خواهش کرد. به مجرد عرض به وقوع مضمون عریضه خود اطمینان کرده شایعات مذکوره را شهرت می‌داد. چون عریضه اول بی جواب ماند به همان مضمون دوباره عرض کرد و دوباره شهرت داد. این عریضه نیز بی جواب ماند. سبب بی جواب ماندن عریضه های قاضی کلان این بود که آن وقت امیر و وزیر به اصلاحات دل بسته بودند. بی اقدام به اصلاحات حفظ حکومت را از تأثیر انقلاب کبیر حکومت روسیه محال می دانستند. چون قاضی کلان از طرف امیر مایوس شد علما و سپاه را بر ضرر اصلاحات و اصلاحات خواهان حاضر کردن گرفت. به هر صادر و وارد می گفت خداوند پناه دهد 2-3 نفر می خواهند کار را به دست خود گرفته در اجرای بدعت شروع کنند. امید است که با ممانعت علما و الداران این کارها در بخارا نشود و کذا و کذا. قاضی کلان عاقبت به خوشبیگی مکتوب نوشته اظهاری مافیز ضمیر کرد و گفت میشنوم وزارت پناهی به خواهش چند نفر میخواهند در امور حکومتداری تغییرات کلی دهند. به فهم من اگر چند نفری معلوم جزا بینند در تغییرات لزوم نمی افتد. خوشبیگی در جواب نوشت شما خاطر جمع باشید که کاری بدی نمی شود. هر کاری که شود موافق شرع شریف می شود. انشاءالله کسی را به جزا دادن لزوم نمی افتد، بلکه همه از دولت عالی مهربانی یافته خرسند می شوند. چون یکی از مانعان قوی اصلاحات میرزا نظام الدین خواجه بود و مردم را در مقابلت اصلاحات فکر میداد، امیر و وزیر مصلحت کرده او را به خرشی و بهانه مأموریت فرستادند. نصرالله بی قشبیگی و مأموران الچخانه روس برای اصلاحات لایحه حاضر کردند و برای اجرای آن لایحه مجلس مرکب از 60 نفر اشخاص برپا کردن را مقرر نمودند. اعضای آن مجلس را از آدمان با علم و خبرت و از سوداگران تجربه کار و از علمای حقانی و از ترقی پروران انتخاب کردن را اقرار دادند. چون برخلاف اصلاحات حرکت قاضی کلان دوامت کرد، میلر که مأمور اول الچخانه بود قاضی کلان را بیزاد دیده استخراج کردنی شده به حضور قاضی کلان رسید. به قاضی کلان به طریق حکایت نه از راه مشورت بعضی جای لایحه‌ای را که برای اصلاحات حاضر شده بود نقل نمود.
قاضی کلان در رفع امینانه عدم رضایش را معلوم کرده گفت: امیمانه شرعی است و حق الاجازه بازار پادشاهی است. در اصلاحات قاضی خانه ها نیز ممانعت کرده گفت: قاضی ها هرگاه ماهانه می گرفتگی شوند، از حشمت و سولتشان کاسته می شود و در نظر رعیه اعتبارشان نمی ماند. رعیه حکمشان را اطاعت نمی کند. در اصلاحات مکاتب نیز اعتراض کرده گفت: اگر مکتبی نو برپا شود، اولاد مردم فتنه جو می شوند و سبب ویرانی ولایت می گردند و نیز علما در مقابل مکتب نو شورش خواهند کرد. اگر مکتب‌های نو به زبان روسی شود، ضرر ندارد. درجه تعصب و عناد را بنگرید. به مکتب ملی و دینی مسلمانی راضی نمی شوند و می خواهند که در بدل آن مکاتب اجنبی برپا شود و در چند سال حسیات ملیه و دینیه تمام از پا درآید. در اشخاص مفروضه مجلس نیز اعتراض نموده گفت: باید که در آن مجلس از ترقی پروران کسی ندرآید و از علما نیز کسی را که من نشان می دهم همان شخص درآید و رئیس مجلس نیز خود من باشم. در آخری مصاحبه گفت: مردم مرا در اصلاحات مخالف می گویند. من قطعا مخالف نیستم و ترتیبی که بیان کردم اگر مجلس برپا شود انشاءالله کارهای خوب می کنم. گمان می کنم که در این مصاحبه دیگر شرح بستن لازم نیست. متن همین مصاحبه خلاصه مقصد و مسلک میر برهان الدین قاضی کلان را به خوبی نشان می دهد. میلر بعد از این مصاحبه به عزل قاضی کلان قرار داده و قشبیگی و امیر به همین زمین اجرای فکر کرد. قاضی کلان فردای آن روز سوی تأثیر این مصاحبه را استشمام کرده در پی علاج و چاره محافظه منصب خود افتاده و الچه خانه به این مضمون یک مکتوب نوشت: هر چیزی که جناب شما در باب اصلاحات صلاح بینید من قبول می کنم و اجرایش را تعهد می نمایم و هر کسی که از علما در این کار ممانعت کند من و تنبیه می کنم. این مکتوب وقتی به الچه خانه رسید که کار از کار گذشته بود. از طرف امیر برای قاضی کلان کردن میرزا محمد شریف صدر قاضی غژدوان دعوت یافته بود و یرلیخ قاضی کلانی کتابت شده بود. بنابراین مکتوب قاضی کلان برای حفظ منصبش نفع نبخشید. ذاتاً به قول و قرار میر برهان الدین کسی اعتماد نداشت. آدمی که در یک مجلس سخنهای مناقض یکدیگر میزند کیست که در آن اعتماد کند؟ ذاتاً قاضی میرزا محمد شریف و قاضی عبدالصمد خواجه قاضی چارجوی را به بخارا آورده به مجلس مفروض اعضا کردنی بودند. چون عزل قاضی میر برهان الدین مقرر شد و روز شنبه 15 جمادی الثانی 1335 یرلیخ قاضی کلان را به قاضی میرزا محمد شریف صدر دادند. فردای آن روز یک شنبه قاضی عبدالصمد خواجه را آورده و بخارا رئیس کردند. بعد از 3 روز عارف خواجه صدور قاضی وابکند را آورده و بخارا مفتی عسکر کردند. مفتی عسکری سابق مصنف را و غژدوان و رئیس سابق عبدالله خواجه صدور را به چارجوی قاضی کردند.
هرچند عزل قاضی کلان را افکاری عمومیه خوش قبول کرد و علمایی که در دماغ باد تعصب داشتند سبب انتباهشان شد، اما از رئیسی عبدالصمد خواجه و مفتی عسکری عارف خواجه ناراضی بودند. خصوصا عارف خواجه را بنابر صغر سنش به این منصب اصلا مناسب نمی دیدند. در واقع مفتی عسکری عارف خواجه زیاده بی‌مورد بود، زیرا عارف خواجه مرد خردسال و کم تجربه و در عناد از موسفیدان مسیرتر بود. عبدالله خواجه هرچند ابن الوقت بود، لیکن صاحب علم و ادراک و محاکمه ناک بود. هر چیز را به قاعده علم و منطق اندازه کرده بی‌طرفانه محاکمه می کرد و به تأثیر محاکمه صایبه کم تعصب بود. بعد از آن که عبدالله خواجه را از رئیسی عزل کردند، باید که به بخارا مفتی عسکرش می کردند. بودن این شخص در بخارا از هر وجه ضرور بود. هرچند بعضی صاحب فکران در این خصوص به خوشبیگی مراجعت کردن مفید نافتاد. فرقه ترقی پروران که تا وقوع این عزل و نصب ها خبری نداشتند، به مجرد وقوع این تبدل به هر کجا لاف ها می زدند و بادها می شکستند و می گفتند این قاضی کلان به خواهش ما شد، این رئیس را ما کردیم، قضا کردیم، فلان کردیم، و حالان که تا وقوع تبدل خبری نداشتند. اگر چیزی شنیده باشند هم از شایعه های دوایر حکومت زیاده نبود. والحاصل به این گونه تفوهات بی‌معنی افکار عمومی را برخلاف این منصبداران نو حاضر کردند. هرچند بعضی صاحب فکران به بعضی متشخص ترین ترقی پروران می گفتند که شما حرکاتی بی تدبیرانه نکنید و کاری را به خود نسبت ندهید و موقع خود را شناسید و الا در فلاکت ها سبب خواهید شد. زیرا اهالی بخارا هر کاری که از طرف حکومت شود طبعاً و کرهاً اطاعت می کنند، اما در هر کاری که مقبول و معقول هم باشد پای فرقه شما در میان بینند نفرت می کنند و مقابلت می نمایند. اصلاً اثر نمی کرد و بر سوی تدبیر خود دوامت می کردند. در اثنای این عزل و نصب ها خوشبیگی به تجار و اهالی خطاب کرده یک مکتوب برآورد. خلاصه مضمونش هر کاری که من بعد شده نیست همه موافق شرع شریف خواهد شد. کارهای می شدگی همه منفعت فقرا و خواهش جناب عالی است. بنابراین باید که در بین مردم و ملایان شایعه های دروغ برآورده شور نه اندازند و این کارها به خواهش جدیدها یا ایرانی ها بوده است گفته سبب فتنه نشوند، از بس که کارهای در آینده می شدگی موافق شریعت و منفعت فقرا و رعیت و خواهش جناب عالی است، کسی ممانعت کردن نمی تواند. هرچند این مکتوب به اهالی خوب تأثیر کرد، لیکن از طرف دیگر آثار فتنه نمودار شدن گرفت. میر برهان الدین که در وقت قاضی کلانیش مردم را بر خلاف دعوت می کرد، بعد از معزول شدن به جدیت تمام به کار درآمد. به هر طرف ولایت با نماینده های غیر رسمی خود افکار القا می کرد و تخم افکاری سابقاً کاشته خود را برگ و بار می دهاند. شایعه در بین مردم زیاد شدن گرفت. بعد از این حرف اصلاحات از میان رفت، به جای آن کلمه حریت برآمد
و شایعه ها می برآمد که ترقی پروران می خواهند که بخارا هم مثل ولایت روس بی پادشاه و حریت شود و معنی حریت آن است که هر کس کاری کند کسی منع کرده نمی تواند. زنها به اختیار خود می شوند، حجاب زنها رفع می شود و کذا و کذا. والحاصل با همین قبیل فکرهای بی اصل و اساس مردم را برخلاف اصلاحات برمی انگیختند. یک نظر به دوایر حکومت و الچخانه. بعد از انقلاب روسیه، حکومت بخارا و مأموران الچخانه روس تأمین حال و استقبال خود را در اصلاحات واسعه مملکت بخارا قرار داده به کار شروع کرده بودند. در اوایل حال حرکاتشان جدی و تشبساتشان صمیمی می نمود. چون قرب یک ماه از انقلاب کبیر گذشت، دوایر حکومت روس به اخراج بعضی مأموران سابق و به ابقای بعضی به کار شروع کردند. هیئت وزرای روس از فرقه کدید با خلط بعضی فرقه حریت پروران دیگر ترکیب یافت. بین حکومت بخارا و بعضی اعضای وزارت خارجه روس به واسطه الچخانه راه مخابره گشاده شد. از آنجا که دیر سال باز این مأموران یکدیگری خود را به خوبی می شناختند، زود به ما فی ضمیر همدیگر وقوف پیدا کردند. از گنرال کوراپاتکین که آن وقت والی ترکستان بود نیز تلگراف به الچخانه به مضمونی در حرکت خود اعتدال کنید آمد. طبیعی بعد از این کار به حکومت بخارا آسان شد، زیرا اختیار اصلاحات را و تا چی درجه اصلاحات کردن را حکومت بخارا به دست خود گرفته بود. هر کاری که کند به فکر اکثریت اهالی تکیه کردنی شد. این هم معلوم بود که اختیار اکثریت اهالی به دست حکومت بود. از بس که اهالی نادان بودند، اکثریت ایشان را به واسطه علما و مأموران روحشناس اهالی به هر بازی انداخته می شد. لحاظا بعد از 3 روز یا 4 روزی عزل قاضی کلان در جدیت حکومت بخارا و الچخانه سستی ظاهر شد. آن همه صمیمیت ها به یک نمودی ظاهری مبدل گردید. شما گفتار 131 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.